رضاشاه و مذهب. بخشی از خاطرات ملکه پهلوی تاج الملوک، همسر اول رضاشاه، در کتاب خاطرات خود می نویسد: رضا اهل نماز و روزه نبود و برای خودش استدلالی داشت که با مادر میون میذاشت. رضا میگفت مگه خدا عربه که ما باید روزی 5 نوبت با او عربی صحبت کنیم؟ روزه هم نمیگرفت و میگفت انسان هر وقت گشنه میشوه باید غذا بخوره و الا دچار مریضی خواهد شد. رضا میگفت اسلام دین و آیین عرب‌های بیابانگرده و قبل از اینکه عرب‌ها خداشناس شوند ایرانی‌ها خداشناس بوده و پیامبر خودشونو داشتن. او اوایل زرتشتو نمیشناخت، اما بعد از کشف تخت جمشید و بیرون آوردن خرابه‌های تخت جمشید از زیر خاک فوق‌العاده به تاریخ باستانی ایران علاقه‌مند شد، به طوری که در ساعات بیکاری و فراغت از اهل علم میخواست تا براش مطالب تاریخی تعریف کنن. افرادی مثل ادیب الممالک و عبدالله مصطفی و کسروی و امثالهم پیش رضا می اومدن و از تاریخ گذشته ایران داستانای شگرف می گفتن.